در این برنامه درباره تنگی نفس صحبت می‌کنیم. علامتی شایع که میتونه علتهای مختلفی داشته باشه، از بیماری‌های ریوی مثل آسم، COPD، عفونت‌ها و فیبروز ریه گرفته تا مشکلات قلبی، کمخونی، چاقی، کاهش آمادگی بدنی یا حتی اضطراب. نکته مهم اینه که تنگی نفس رو نباید ساده گرفت، مخصوصاً اگر ناگهانی، پیشرونده، همراه با درد قفسه سینه، کبودی، افت اکسیژن یا محدودیت فعالیت روزمره باشه. به نام خدا و با سلام. من دکتر اکبر نیک‌پژوه هستم، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی. اینجا بیمارستان عرفان است. در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر اردکیانی هستیم، فوق تخصص ریه و ICU، و می‌خوایم راجع به تنگی نفس با ایشان صحبت کنیم. جناب آقای دکتر کیانی، من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم. من اردکیانی، فوق تخصص بیماری‌های ریه، استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان مسیح دانشوری، بیمارستان عرفان و بیمارستان عرفان نیایش هستم. خیلی ممنون جناب آقای دکتر. سوال پرسیدن تنگی نفس به زبان ساده یعنی چی و بیمار معمولا اون رو چطور توصیف میکنه؟ یه خاطره عرض کنم از نزدیک 40 سال پیش. ما رفتیم توی کلاس اپیدمیولوژی. استادمون اومد گفت سلامتی تاجی است بر سر افراد که تا بیمار نشین نمیبینین. تنگ نفس هم همینه. تنگ نفس اینه که شما از نفس کشیدنتون با خبر بشین. چون نفس کشیدن در حالت عادی چیزیه که شما به صورت عادی انجام میدین و اصلا نمیفهمین که داری نفس میکشی. ولی وقتی که تنگ نفس شما رو متوجه شی، یک فشاری وجود داشته باشه، احساس کنید تنگی نفس کشیدنتون رو، میشه تنگی نفس. جالب آقای دکتر. پرسیدم مهمترین علتهای تنگ نفس چیه؟ خب تنگی نفس هزاران علت داره، هزاران علت برای تنگی نفس داره. یک خاطره دیگه براتون تعریف کنم. من ازدواج کرده بودم، تازه فارغ التحصیل شده بودیم. همسر من داشت با مادرم راه میرفت، اومد گفت مادر سربالایی میره تنگ نفس میره. خب تنگ نفس بهترین اولین مسئلهش قلب، برو قلبش رو چک کن، ریه‌ش رو چک کن. برای اینکه قلب رو چک کنه یه آزمایش خون دادن و دیدیم هموگلوبین 6 7 کم خون بودن. پس یکی از علل تنگ نفس کم خونه، یکی از علل تنگ نفس قلب، یکی از علل تنگ نفس ریه است و یکی از تنگ نفس عضلاته. اینم یه خاطره دیگه بگم. یه روزی یه مریضی اومد، من تازه فارغ التحصیل شده بودم از ریه. اومد و در یه شهرستانی داشتم کار میکردم، گفت تنگ نفس دارم. خب ما فرستادیمش راه بره ببینیم اکسیژن خونش میفته یا نه، که ببینیم آیا بیماری بیشتر ریویه یا قلبیه. بعد شروع کرد راه رفتن. وقتی اومد دیدم که وقتی داشت میرفت حالش خوب بود، وقتی داشت برمیگشت میلنگید و میومد، که به این میگن intermittent claudication، لنگش متناوب، که این به علت مشکلات عروقی پاش بود. ولی که چون رسپتورها و حسگرهای تنگ نفس تو عضلات پام هست، اون فرد دچار تنگ نفس شده بود. و یکی از علل تنگ نفس ضایعات عضلانی است. بنابراین اگر شما ضعف عضلانی هم داشته باشید ممکنه که تنگ نفس پیدا کنید. آی دکتر یعنی مثلا عضلات پا خون بهشون کم میرسه، بله. بعد تک میکنن که مثلا ریه دچار بله. اون ادامه. بله. بله. علل مغزی هم هست که توی سیستم مغزی در پردازش اطلاعاتی که میرسه فکر کنه تنگ نفس وجود داره. استرس و اضطراب هم ممکنه. استرس و اضطراب با همین مکانیزم باعث ایجاد تنگ نفس میشه. بله خیلی خوب آقای دکتر، واقعا جالب بود. حالا پرسیدن چه تفاوتی بین تنگ نفس ناگهانی و تنگ نفس تدریجی یا مزمن وجود داره؟
اینا حتما یه دانشجو پزشکی که من ازش سوال کردم پرسیده. ببینید تنگی نفس ناگهانی چند تا تشخیص مهم داره. بله خب یکیش آسمه، بله یکیش اضطرابه، یکیش آمبولی ریه است آمبولی که این ریه. خیلی واسه ما که مهمه. معمولا یه لحظه مثلا بله. از ساق پا جدا میشه و به بله. ریه میده. وقتی کسی میگه من در ساعت مثلا 55 تنگی نفس پیدا یعنی یه ساعت کردم، مشخص یک زمان مشخص. دقیقی رو مشخص میکنه، اون واسه ما زنگ خطره. برای همین آمبولی. برای آمبولی و اون 4-5 تا بیماری بله. دیگه ای که عرض کردم خدمتتون. پس تنگی نفس ناگهانی، خصوصا اگه شما بتونید ذکر کنید من در این لحظه دچار تنگی نفس شدم، واسه ما زنگ خطره و من چندین بیمار آمبولی ریه رو با این توجه به همین نکته ظریف پیدا کردم. جالبه های دکتر، این آمبولی ریه هم ممکنه تکرار شونده باشه. من یادمه یه بیماری تو مورنینگ ریپورت بیمارستان امیرعلم مطرح شده بود، به این شکل بود که چون چندین بار این لخته جدا شده بود رفته بود، یه کمی یعنی ساعتهای مختلفی رو، با اینکه اولیش ساعت مشخص بود ولی میتونست هی تکرار بشه. راجع به این بله، آمبولی ریه میتونه آمبولی های مکرر بده و این جزء چیزهایی است که ما خیلی ازش میترسیم و براش درمانهای خاصی داریم. ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما مریضامون که آمبولی میکنن، خصوصا اگر بعد از اینکه آمبولی کرد درمانش تموم شد، اثبات نکنیم که آمبولی برطرف شده، حالا مثلا با اسکن هسته‌ای یا هر چیز دیگه‌ای، بیماران ما خیلی از مواقع دچار اضطراب میشن و این اضطراب رو هر دفعه با تشخیص آمبولی ریه اشتباه میگیرن که این رو باید از اون قضیه اطلاعات داد برن. آقای دکتر، پرسیدن چه علائمی همراه با تنگی نفس باشه هشدار دهنده است؟ بله. تنگی نفس اگر با علائم شبانه همراه باشه واسه ما، یعنی شب‌ها اتفاق بیفته منظورت؟ ببینید ما یه سری تنگی نفس ها داریم، طرف میگه که با آه کشیدن همراهه که ما بهش میگیم سای بریسینگ. داره صحبت میکنه با تون، یه دفعه وسطش میگه خب این که میگه نفسم پر نمیشه، این رو ما بیشتر به عنوان یه بیماری اضطرابی میگیم، سایکولوژی. البته باید حتما حتی در این بیماران ارزیابی هامون رو انجام بدیم. معمولا باید بله دیگه رد بشه تشخیص‌های فیزیک. ولی طرف خوابیده میگه من خوب به خواب رفتم، یه دفعه نصف شب با تنگی نفس از خواب بیدار میشم، مجبورم برم جلوی پنجره نفس بکشم، این واسه من علامت خطر. اگه تنگی نفس با علائم دیگه ریوی مثل سرفه، خلط خونی، چیزهای دیگه همراه باشه، برای من علامت خطره. اگه تنگی نفس فعالیتی باشه، بیمار بگه من از پله که بالا میرم کم میارم، برای من علامت خطر. بله آقای دکتر، خیلی ممنون. آقای دکتر، پرسیدن که از نظر ریوی چه بیماری های بیشتر باعث تنگی نفس میشن، یعنی منشأ ریوی داشته؟ بله، بسیار سوال خوبیه. تقریبا تمام بیماری های ریوی اولین علامتشون تنگی نفسه. از آسما، فیبروز ریه و درگیری عروق ریه و آمبولی ریه، همه اینها یکی از علائم اصلیشون تنگی نفسه و تقریبا بیماری ریوی نیست که تنگی نفس نداشته باشه. بله خیلی ممنون. آقای دکتر، پرسیدن که تنگی نفس ما از کجا بفهمیم که منشأش قلبیه یا ریویه؟ یعنی یه نشانه خاصی داره؟ تنگی نفس اگر که با ارتوپنه همراه باشه. ارتوپنه چیه؟ ارتوپنه یعنی اینکه شما وقتی که در حالت صاف دراز میکشید، یعنی خوابیده. بله، این هم حالتی که عادی شما میخوابید باشه، تنگی نفس داشته باشه و بعد میگه که من یه دونه بالش اضافی میذارم یا 2 تا بالش اضافی میذارم یا 3 تا بالش اضافی میذارم.
خودش رو بله یا در شرایطی که بیمار میگه که دیگه اصلا مجبورم بشینم، این به نفع اینه که تنگی نفس قلبیه. یه چیز دیگه که به نفع تنگی نفس قلبیه ورم پاهاست. البته اینها همش کمک کننده است، اینجوری نیستش. یعنی شما وقتی به تنگی نفس قلبی شک کردی باید بری اکو قلب رو انجام بدی. وقتی تنگی نفس داره چه فکر کنی قلبیه چه نیست، باید تست های ریوی رو انجام بدی. یه عکس ساده سینه حداقل چیزی است که برای تنگی نفس باید انجام بشه. اگه تو پرسیدن تنگی نفس در فعالیت هنگام خوابیدن یا بیدار شدن ناگهانی از خواب چه معنایی میتونه داشته باشه؟ تنگی نفس هر کدومش یه معنایی میتونه داشته باشه. تنگی نفس موقع فعالیت میتونه با بیماری های ریوی باشه. تنگی نفس موقع خوابیدن گفتیم اگه دمدمای صبح تنگی نفس بگیرن به نفع آسمه، اگه اوایل خواب یا وسط خواب بگیرن به نفع بیماری قلبی میتونه باشه. ولی که به تنهایی اینها نمیشه. یه چیزی که در رابطه با تنگی نفس وجود داره اینه که حرفی که بیمار میزنه، صحبتی که تنگی نفسش رو بیان میکنه میتونه برای تشخیص ما کاملا مفید باشه. همونجوری که گفتم میگه که شرح حال. بله شرح حال، یعنی بیان تنگی نفس میتونه تشخیصی باشه. مثلا اون که بیمار میگه من حین حرف زدن نفسم چاق نمیشه، مجبورم یه نفس عمیق بکشم، وقتی نفس عمیق میکشم نفسم پر نمیشه، این رو ما به عنوان یه نشونه از اینکه نکنه بیماری اضطرابی وجود داشته باشه میگیره. درسته. تو پرسیدم برای بررسی تنگی نفس چه آزمایش‌هایی یا تست‌هایی معمولا لازمه، مثل تست تنفس، عکس، سی تی اسکن نوار قلب، اکوی آزمایش. اون که البته من فکر کنم بین صحبتاتون همه اینا رو ولی همه اینهایی که گفتید وجود داره که بسیار هم خوبه، ولی گاهی وقتا علیرغم تمام اینها ما به تشخیص اینکه کدوم جزء از تنگی نفس وجود داره نمیرسیم. یه تستی رو ما آوردیم که تست فوق‌العاده حرفه‌ایه، در ورزشکاران هم دیده میشه و اون تست رو بهش میگن کاردیو پولمونری اگزرسایز تست. مردم با تست ورزش قلبی آشنا هستن. استرس تست. بله استرس تست. ولی که یک تستی هستش که ما آوردیم که این تست میاد چی کار میکنه؟ روی دوچرخه میشینن و گاز یه وسیله روی صورتشون قرار میگیره، میزانی که اکسیژن میاد و میزانی که CO2 دفع میشه رو اندازه میگیره و وقتی که اینها رو آنالیز کردن میفهمه که چقدر اکسیژن توسط بدن گرفته شده، چقدر توسط قلب پمپ شده، چقدر رفته توسط عضله برداشت شده، کی به فعالیت بی‌هوازی رسیده، کی چقدر گاز کربونیک تولید شده و اون گاز کربونیک چه میزان با چه میزان کار بدنی توسط ریه دفع شده و بر اساس این میشه به قدرت زیادی گفت کدوم قسمت از سیستم قلبی، ریوی، عضلانی در یا حتی میزان اضطرابی توی تنگی نفس نقش داره. حتی میتونه بگه چقدر بی حرکتی بدنی که ما بهش میگیم دیکاندیشنینگ. میدونیم که ما همه یه اصطلاحی هستش بهش میگن کوچ پوتیتو، روی این مبلا میافتیم و جلوی تلویزیون چیپس میخورن خارجی ها. این اصطلاح اومده توی فرهنگ ما هم اومده و به جای اینکه ورزش کنیم همش جلوی تلویزیون داریم نگاه میکنیم. این باعث میشه که وضعیت تنفسی ما، وضعیت ظرفیت بدنی ما پایین بیاد و یکی از علل تنگی نفس که با اون تست تشخیص داده میشه همینه. میشه گفت که این سوال بعدی منم پاسخ داد. این سوال این بود که آیا اضطراب، چاقی یا کم تحرکی هم
کم تحرکی هم میتونن باعث احساس تنگی نفس بشن که به نظر میرسه بله، که هر سه کاملا. جزء رو شما فرمودید. آقای دکتر، به عنوان آخرین توصیه شما به بیماری که دچار تنگی نفس شده توصیه میکنین چه زمانی باید پیگیری بکنه؟ علائم اورژانس هشدار دهنده چی هست؟ این موارد رو بکردید. ببینین، هر کسی باید خودش رو با خودش مقایسه کنه و اگر تنگی نفسش پیش رونده هست، این باید حتما به پزشک مراجعه کنه. اگر تنگی نفسش نسبت به قبل افزایش پیدا کرده، باید به پزشک مراجعه کنه. و اگه تنگی نفس ناگهانی، خصوصا اگه بعد از مسافرت طولانی مدت یا اینکه در بستری طولانی مدت بوده، باید مراجعه کنه. ولی یه نکته که در ارزیابی تنگی نفس ها خصوصا همکاران جوان من در نظر نمیگیرن اینه که افراد میان، خصوصا افراد مسن، فعالیت خودشون رو یواش یواش کاهش میدن و میگن خب ما تنگی نفس نداریم. اگه قبلا میرفته تا سر کوچه خرید میکرده، الان فقط میره تا آشپزخونه برای خودش چای میریزه و ازش سوال کنه، میگه نه من تنگی نفس ندارم. ولی اگر میزان فعالیت رو سوال کنی، میگه بله من قبلا میرفتم خرید میکردم، الان دیگه خرید نمیرم بکنم. و این خودش یه چیزیه که برای ما زنگ خطره که نکنه که بیمار دچار یه مشکلی هست که داره فعالیت‌های خودش رو خودسانسوری میکنه در حقیقت. بله. خیلی ممنون جناب دکتر. خیلی ممنون از شما، متشکرم ازتون، لطف دارین. موفق باشید. قربان شما. تنگی نفس یک علامت است، نه یک تشخیص واحد. علت اون میتونه ساده و قابل کنترل باشه، اما گاهی هم نشانه یک مشکل مهم ریوی، قلبی یا عمومی بدنه. اگر تنگی نفس ناگهانی، شدید، پیشرونده، همراه با درد قفسه سینه، کبودی، ضعف شدید، افت اکسیژن یا محدودیت واضح فعالیت باشه، باید سریعتر بررسی بشه. تشخیص درست علت تنگی نفس اولین قدم برای درمان مؤثر و بازگشت بیمار به زندگی عادی است.